بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. امروز میخوام درباره یکی از جذابترین نظریه‌های روانشناسی ارتباط با شما صحبت کنم. اسم این پادکست دارم همین این پادکست و پادکست‌های بعدی هم گذاشتم 3 چهره درون ما که نگاهی بر تحلیل رفتار متقابل اریک برنه که یک روانپزشک بوده و در حوزه‌های ارتباطی نظریه‌ای داده که نظریه‌اش قابل بررسیه و گفتگوه و خیلی از مشکلات زندگی ما رو حل میکنه. با من همراه باشید. یه گزیده کوتاهی از این نظریه رو در این پادکست براتون مطرح خواهم کرد و در پادکست‌های بعدی مفصلا در مورد این موضوع صحبت میکنم و انشالله یه اتفاقات خوبی برای خودمون و زندگی خودمون بیافته. خب حالا این اریک برن کی بوده؟ اریک برن یه روانشناس بوده که معتقد بوده که هر انسان در درون خودش 3 حالت روانی داره: من والد، من بالغ و من کودک. خب من والد بخشی از وجودمونه که قانونگذار، انتقادگر و یا حمایتگره. من بالغ بخش منطقی، تحلیلگر و واقع گرای ماست و من کودک بخش احساسی، بازیگوش، آسیب پذیر وجودمونه. مثلا وقتی با کسی داریم حرف میزنیم یکی از این 3 حالت فعال میشه. مثلا وقتی داریم با لحنی دستوری میگیم نباید این کارو میکردی، داریم از حالت والد حرف میزنیم. و وقتی منطقی و بی‌طرفانه بحث میکنیم در حالت بالغ هستیم. و وقتی احساساتی یا لجباز میشیم کودک درونمون فعال میشه. تحلیل رفتار متقابل دوستان عزیزم کمک میکنه که بفهمیم توی ارتباطامون از کدوم حالت داریم حرف میزنیم و طرف مقابل هم از کدوم حالت داره جواب میده. این شناخت باعث میشه گفتگوهامون سالم‌تر بشن. یه مثال بزنم، اگه کسی بهتون مثلا بگه که تو همیشه دیر میکنی، این جمله از حالت والد میاد، یعنی من والد میاد، والد انتقادگر. اگه طرف مقابلش هم بگه چون شما همیشه منو کنترل میکنی، این پاسخ از من کودک عصبی میاد. اما اگه بگه بذار توضیح بدم که چرا دیر شده، این پاسخ از من بالغ میاد و گفتگو رو به سمت حل مسئله پیش میبره. تحلیل رفتار متقابل دوستان عزیزم فقط یه نظریه نیست که روانشناسا تو کتاب‌هاشون اونو مطالعه کنن و تو حالت مثلا آکادمیک و دانشگاهی بمونه. نه، اصلا این نیست. یه ابزار قدرتمنده برای شناخت خودمون و فهم بهتر دیگران و ساختن ارتباط‌های سالم‌تر و انسانی‌تر. امیدوارم این نگاه ساده به TA یا همون تحلیل رفتار متقابل براتون مفید بوده باشه. حالا تو پادکست بعدی مفصل صحبت میکنم. فقط خواستم یه عرض ادبی کرده باشم و یه توضیح کوتاهی هم داده باشم که قراره چیکار کنیم. تلاش میکنم تو قسمت‌های بعدی بیشتر درباره نقش‌ها مثل بازی‌های روانی و کاربردهای عملی این نظریه صحبت کنم. پس تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتون باشه. دوستتون دارم و شما رو به خدا میسپارم. یا علی.